خب با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، الان به شهر کرمان اومدیم و در بین مردم عزیز و شهید پرور این شهر هستیم. الان همکنون یه همشهری عزیزی مقابل من ایستادن، می‌خواستیم ازشون بپرسیم در ارتباط با تعاونی‌های شهر و روستایی که خریدای روزمرهشون از اونجا میکنن. خب قربان خوب هستید شما؟ قربان شما. میخواستم بپرسم در ارتباط با تعاونی‌ها نظرتون چی است؟ آیا مشکلی دارید در خرید از اونها یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به روح پرفتوح امام محمد و تمامی ملت شهید پرور. آقا این چه سوپریاییه که راه انداختین؟ خود نمیخوان راه بندازین، راه نندازین. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. هر چی میخوای بخرینی، کره میرینی، گوشت میرینی، پنیر میرینی، مربا میرینی، لپه میرینی، لوبیا میرینی، نوشابه میرینی، روغن میرینی. خب این چه وضعیه؟ شما این نبودن این اجناس رو تا حالا آیا به گوش مسئولین یعنی منعکسش کردید یا نه؟ ها آقا به ما میگن هی برین پیش فرماندار، برین پیش استاندار، برین پیش رئیس جمهور، برین پیش نخست وزیر، برین پیش مقام معظم رهبری، برین پیش بخشدار. خب ما میریم. شما رفتید آیا نتیجه‌ای هم گرفتید؟ نه آقا هیچ کدوم از اینا کونی، هیچ کدوم. مقام معظم رهبری کونی، رئیس جمهور کونی، مقام معظم رهبری کونی، رئیس مجلس کونی، نماینده کونی، نمیدونم شهردار کونی، بخشدار کونی، استاندار کونی، همه هیچ. پس شما فکر میکنید که باید چیکار کرد آقا؟ هیچ چه میدونم چیکار کنیم کونی. خب خیلی ممنونم، واقعا خوشحال شدم از مصاحبت با شما. ان شاءالله ما منعکس میکنیم صحبت‌های شما. قربان شما. خداحافظ.